سلام بچه امروز اومده با یه ویدیویی که چگونه بازی قفل شده پلی‌استیشن 5 همون بازی آنلاین که خرید قفل شده رو باز ببین مثلا بازی ردد نمیدونم چیه جی تی ای ردد اینا قفل الان برای من و ما قطعا از اون اکانتی که بازی و مثلا حالا باز به حساب خریدیم اکانت هکی حالا پلاس هکی خریدین میاین اکانت یا یه ادیوزر اکانتی که خریدی حتی ما اکانتی که خریدید رو میزنید و میرید داخل اکانت. خب اینجا بازی براتون بازه بازی خودتون هم میتونید پلی بدید ولی ما میخوایم تو اکانت خودمون بازی رو انجام بدیم دیگه نمیم از اینجا میایم اینجا میزنیم و میریم اینجا یه دونه اکتیو داره که شما وقتی اکتیو کنی بازی اونجا برات باز میشه. یه دونه اکتیو میزنیم انیبل اینه که بزنیم خود به خود اون بر بازی ها برامون وا میشه و ما میتونیم همینجا بازه همونجا باز. حالا بستگی داره شما تو چه اکانتی بکنید. این پیام که آمد یعنی همچی با اوکی شما فقط اوکی بزنید. این بیرون همه اینا کنیم. اینجا یه لاچی اومده اختاریم این دانلوداشون هم جی آپدیت جدیدن داده حتما این آپدیتشو انجام بدین که من انجام دادم. خب بریم تو اکانت خودمون ببینیم چی شد آیا جواب میده حرکت آره. خب برای من خودم جواب میام تو اکانت خودمون بریم ببینیم بازی باز شده. همونطور که میبینید این بازی برامون باز شده این باز شده ولی چون این دوتا رو پلاس زدی الان با بریم از تو اکانت پلاس میاد اینا رایت ولی این آموزش ساده ترش بود که اینطوری بازیتون رو کنید و همین آموزش رو انجام بدید. ولی اگه ظرف صدایی اینو انجام ندید، اگه ظرف دو یا هکی خریدید این کار رو در روتون